از آمریکا بعد از انقلاب چطور شد که تصمیم گرفتی برگردی؟ میدونستی چه چیزی منتظرته؟ گیر یه آدمایی افتاده بودم که اگر میموندم روزگار خوبی نمی داشتم. همسرم همایون مصداقی درگیر فری بیس و کوکائین بود و به تب منم درگیر شدی. پس غریب آشنا دوست دارم بیا. گوگوش که نام اصلی او فائقه آتشین است، در 15 اردیبهشت 1329 جایی شد برای تولدی بزرگ و آن صدا گوگوش بود. باور کن قلبمو باور کن، قلبی که کوه اما شکسته است. تو دورانی که هر صدایی به دربار راه پیدا نمی‌کرد، گوگوش دعوت شد برای جشن تولد ولیعهد رضا پهلوی. زنده اجرا کرد، با وقار، با درخشش. اون شب فقط یک خواننده نبود، نماد هنری رسمی ایران بود. زنی که صداش حتی تو کاخ هم بی‌رقیب بود. اون روزها گوگوش تو مسیر سختی افتاد.